سلام به همگی. حالتون چطوره قهرمانا؟ امیدوارم امروزتون پر از حس خوب و حال مثبت باشه. تا اینجای کیمیاگر حس کردید اون جرقه درونتون روشن شده؟ سابسکرایب و زنگوله یادتون نره، چون هر قدم بعدی این داستان یک کشف جدیده. بریم ببینیم سانتیاگو قراره بعدش چه ماجراجویی هایی کنه. گاهی سر راهشان مردان اسرارآمیزی سبز می شدند که شنلهای خود را تا روی صورتهایشان می کشیدند. آنها بادیه نشینانی بودند که مسیر کاروانها را زیر نظر داشتند. آنها در مورد دزدان و قبایل بدوی به کاروانیان هشدار می دادند. در سکوت می آمدند و در سکوت می رفتند. لباس سیاه به تن می کردند و همه صورت خود را به غیر از چشمها می پوشاندند. یک شب که پسرک و مرد انگلیسی کنار آتش نشسته بودند، ساربانی به آنها نزدیک شد و گفت اینطور شایع شده که بین قبایل جنگ در گرفته است. هر سه سکوت کردند. با اینکه هیچ کس حرفی نزد، پسرک موجی از ترس را در هوا احساس کرد. بار دیگر زبان بی کلام، یعنی همان زبان جهانی را تجربه می کرد. مرد انگلیسی پرسید که آیا آنها در معرض خطر قرار دارند؟ ساربان: وقتی که قدم به کویر گذاشتی دیگر نمی توانی به عقب برگردی و چون نمی توانی برگردی باید تمام حواس را معطوف به جلو کنی. بقیهش با خداست، از جمله خطراتی که در سر راهت هستند. و حرفش را با گفتن کلمه اسرارآمیز به پایان رساند. مکتوب. وقتی ساربان رفت، پسرک رو به مرد انگلیسی کرد و گفت باید به کاروان توجه بیشتری کنید. از پیچ و خم زیادی عبور کرده ایم، ولی همواره به سوی مقصد خیش پیش می رویم. پسرک: تو هم باید درباره کائنات بیشتر مطالعه کنی. کتاب‌ها خیلی به کاروان‌ها شبیه هستند. خیلی انبوه مسافران و حیوانات همراهشان به سرعت خود اضافه کردند. پیش از این فقط هنگام روز ساکت بودند، اما حالا حتی شبها هم به جای اینکه مثل قبل دور آتش بنشینند و از هر دری سخن بگویند، سکوت اختیار می‌کردند. یک روز قافله سالار دستور داد تا دیگر آتش روشن نکنند تا توجه کسی به سوی کاروان آنها جلب نشود. شبها مسافران در میان حلقه حیوانات می‌خوابیدند تا از سرمای شب کویر محفوظ بمانند و قافله سالار چند نگهبان مسلح را در اطراف آن برای محافظت می‌گذاشت. یک شب مرد انگلیسی خوابش نمی برد. پسرک را صدا زد تا بر روی تپه‌های شنی اطراف اردوگاه قدم بزند. ماه قرص کامل بود. آن شب پسرک داستان زندگیش را برای مرد انگلیسی تعریف کرد. مرد انگلیسی مجذوب قسمتی شد که کار و بار بلور فروش پس از ورود پسرک به مغازه رونق گرفته بود. به او گفت این همان اصلی است که بر همه چیز حکم فرماست. در کیمیاگری به آن روح جهان میگویند. هرگاه چیزی را با تمام وجودت بخواهی به روح جهانی نزدیک میشوی. روح جهان همیشه نیرویی مثبت است. همچنین ادامه داد این موهبتی نیست که فقط مختص انسان‌ها باشد. همه چیز بر روی زمین دارای روح است، از جامدات گرفته تا نباتات و حیوانات. حتی یک فکر ساده هم روح دارد. همه چیز بر روی این کره خاکی دستخوش تغییر می شود، چون زمین زنده است و روح دارد. ما قسمتی از آن روح هستیم. به همین دلیل خیلی کم متوجه کاری که آن روح برایمان می کند می شویم. شاید در آن مغازه بلور فروشی به این نکته پی برده بودی که حتی آن استکان‌ها هم برای موفقیت تو همکاری می‌کردند.
پسرک همانطور که به ماه و شنهای سفید نگاه می‌کرد در اندیشه خود غرق شد. من کاروان را حین عبور از دل کبیر تماشا کردم. کاروان و کبیر به یک زبان حرف می‌زنند و به همین دلیل است که کبیر به کاروان اجازه عبور می‌دهد. قدم‌های کاروان را می‌آزماید تا بفهمد وقتش شده یا نه. هرگاه وقتش برسد ما به واحه خواهیم رسید. اگر هیچ یک از ما آن زبان را نفهمد و به صرف شجاعت شخصی خود همراه این کاروان شده باشد، این سفر به مراتب برایش سخت‌تر خواهد بود. آنها ایستادند و به ماه نگاه کردند. پسرک لب به سخن گشود. این جادوی نشانه هاست. من دیدم چگونه راهنماها علامت‌های کبیر را تشخیص می‌دهند و چگونه روح کاروان با روح کبیر حرف می‌زند. مرد انگلیسی گفت بهتر است به کاروان توجه بیشتر کنم. پسرک گفت من هم بهتر است کتاب‌های شما را بخوانم. کتاب‌های عجیب و غریبی بودند. در آنها درباره جیوه، نمک، اژدها و پادشاهان مطالبی نوشته شده بود که پسرک از آنها هیچ چیز سر در نمی آورد. اما به نظر می رسید یک چیز در این کتاب‌ها تکرار شده است. همه چیز مظهر یک چیز واحد است. در یکی از کتاب‌ها به این نکته برخورد که مهمترین متنی که درباره کیمیاگری وجود دارد از چند سطر بیشتر تجاوز نمی‌کند و بر روی سطح یک زمرد ثبت شده است. مرد انگلیسی از اینکه به پسرک چیزی می‌آموخت بادی در گلو انداخت و گفت این لوح زمرد است. پسرک: خب پس چرا باید اینقدر کتاب بخوانیم؟ مرد انگلیسی: که بتوانیم معنی همان چند سطر را بفهمیم. اما ظاهراً به گفته خودش ایمان نداشت. تنها کتابی که توجه پسرک را به خود جلب کرد کتابی درباره کیمیاگران مشهور بود. آنها تمام عمر خود را در آزمایشگاه‌ها صرف تصفیه فلزات کرده بودند. بنا به عقیده آنها اگر فلزی سالها تحت حرارت قرار بگیرد خاصیت‌های خود را از دست می‌دهد و آنچه از آن باقی می‌ماند روح جهان خواهد بود. روح جهان این امکان را به آنها می‌دهد تا به همه چیز بر روی زمین پی ببرند. زیرا روح جهان زبان ارتباط همه موجودات با هم است. آنها این کشف را اکسیر اعظم نامیدند. قسمتی از اکسیر اعظم مایع و قسمتی از آن جامد و از جنس سنگ است. پسرک پرسید آیا با مشاهده آدم‌ها و نشانه‌ها نمی‌توانید آن زبان را درک کنید؟ مرد انگلیسی با پرخاش گفت تو دوست داری همه چیز رو ساده بگیری؟ کیمیاگری یک کار جدی است و در هر مرحله باید دنبال روی کار اساتید آن بود. پسرک فهمید قسمت مایع اکسیر اعظم اکسیر جوانی نامیده می شود. اکسیر جوانی بیماری ها را درمان می کند و به کیمیاگر جوانی همیشگی می بخشد. به قسمت جامد اکسیر اعظم سنگ کیمیاگری می گویند. مرد انگلیسی سپس ادامه داد یافتن سنگ کیمیاگری به هیچ وجه آسان نیست. کیمیاگران سالها وقت خود را در آزمایشگاه می‌گذراندند و چشم به آتشی که فلزات را تصفیه می‌کردند می‌دوختند. آنها مدت‌های زیادی کنار آتش می‌نشستند و به این ترتیب کم کم غرور و خودبینی خود را از دست می‌دادند. کیمیاگران به این نکته پی بردند که تصفیه فلزات منجر به تزکیه نفس خود آنها هم می شود. پسرک به یاد بلور فروش افتاد. او گفته بود
گردگیری ظروف کریستال کار خوبی است، زیرا افکار منفی را از تو دور می کند. پسرک کم کم به این نتیجه می رسید که زندگی روزمره می تواند به انسانها کیمیاگری بیاموزد. مرد انگلیسی ادامه داد: به علاوه کیمیا خاصیت جالبی دارد. مقدار ناچیزی از آن می تواند مقدار زیادی فلز را به طلا تبدیل کند. با شنیدن این مطلب پسرک بیشتر به کیمیاگری علاقه‌مند شد. فکر کرد که با کمی شکیبایی می تواند همه چیز را به طلا تبدیل کند. او زندگی افراد مختلفی را که در انجام این کار موفق شده بودند مطالعه کرد. شخصیت‌های نظیر هولوتیوس، الیاس، فالکانلی و جابر داستان‌های جالبی داشتند. همه آنها توانسته بودند به افسانه شخصی خود دست پیدا کنند. آنها سفر کرده بودند، با آدم‌های خردمند به گفتگو نشسته بودند، در حضور افراد دیرباور معجزاتی انجام داده بودند و صاحب کیمیا و اکسیر جوانی بودند. اما وقتی پسرک خواست طرز به دست آوردن اکسیر اعظم را یاد بگیرد، کاملا گیج شد. آنها جز نقش‌های درهم، دستورالعمل‌های رمزدار و خطوط مبهم چیز دیگری نبودند. یک شب پسرک از مرد انگلیسی پرسید: چرا کیمیاگران همه چیز را اینقدر سخت می‌گیرند؟ پسرک متوجه شده بود که آن مرد انگلیسی عصبانی است و دلش برای کتاب‌هایش تنگ شده است. مرد انگلیسی به خاطر اینکه تنها آدم‌های مسئول قادر به درک آن باشد. فکرش را بکن، اگر همه می توانستند سرب را به طلا تبدیل کنند، آنگاه طلا ارزش خود را از دست می داد. تنها کسانی که پشتکار دارند و از جان و دل همه چیز را عمیقاً مورد مطالعه قرار می دهند، می توانند به اکسیر اعظم دست پیدا کنند. به همین خاطر است که من به قلب کبیر آمدم. من به دنبال آن کیمیاگر واقعی هستم که در کشف رمزها به من کمک کند. پسرک، این کتاب‌ها چند وقت نوشته شده‌اند؟ مرد انگلیسی: قرن‌ها پیش. پسرک: آن زمانها که دستگاه چاپ وجود نداشته، پس راهی نبوده که همه سر از کیمیاگری در بیاورند. چرا آنها از این زبان عجیب و غریب و این نقش‌های مبهم استفاده می‌کردند؟ مرد انگلیسی مستقیما جوابش را نداد. فقط گفت این چند روز گذشته که کاروان را زیر نظر داشته، چیز جدیدی کشف نکرده است. تنها چیزی که فهمیده است که روز به روز صحبت از جنگ بیشتر می شود. عاقبت پسرک کتابها را به مرد انگلیسی پس داد. آن مرد از او پرسید: چیزی یاد گرفتی؟ و مشتاقانه منتظر جواب او ماند. میخواست با کسی حرف بزند تا نتواند به جنگ قریب الوقوع فکر کند. پرسید. پسرک جواب داد: یاد گرفتم که جهان روح دارد و هر کس را که آن روح را درک کند میتواند زبان همه چیز را بفهمد. دانستم کیمیاگران زیادی توانستند به افسانه شخصی خود جامه عمل بپوشانند و نائل به کشف روح جهان، اکسیر اعظم و اکسیر جوانی شدند. اما گذشته از اینها فهمیدم این مطالب به حدی آسانند که میتوان آنها را بر روی یک لوح زمرد نوشت. مرد انگلیسی مایوس شد. سالها تحقیق، علائم جادویی، کلمات عجیب و غریب و وسایل آزمایشگاهی هیچ کدام نتوانسته بودند پسرک را تحت تأثیر قرار دهند. مرد انگلیسی در دل گفت: روح او آنقدر تابع احساسات بدوی است که نمیتواند این چیزها را درک کند.
سپس کتابهایش را بسته‌بندی کرد و در چمدانها گذاشت. مرد انگلیسی: برو کاروان را تماشا کن. من که هیچی از آن یاد نگرفتم. پسرک به تماشای سکوت کبیر و شنهای برخاسته از زیر سم حیوانات مشغول شد. با خود گفت هر کس برای آموختن روشی دارد. روش آموختن ما دو نفر نیز به هم شبیه نیست. اما هر دوی ما به دنبال افسانه شخصی خود هستیم و از این بابت من به او احترام می‌گذارم. کاروان شب و روز به سفر خود ادامه می‌دادند. مردان بادیه نشینی که سر و روی خود را می‌پوشاندند بیشتر پیش آنها می‌آمدند و ساربانی که با پسرک دوست شده بود می‌گفت که جنگ بین قبایل از مدتی قبل شروع شده است و کاروان اگر به واحه برسد خیلی شانس آورده است. حیوانات خسته بودند و مردها کمتر با هم حرف می‌زدند. سکوت بدترین ویژگی شب است. حالا ناله شتر که قبلاً فقط یک صدای عادی محسوب می‌شد، همه را به وحشت می‌انداخت، زیرا نشانه شبیخون بود. اما به نظر نمی‌رسید که ساربان از جنگ هراسی داشته باشد. در شبی که نه آتش افروخته بود و نه مهتابی بود، ساربان در حالی که خرمایی در دهان می‌گذاشت به پسرک گفت من زنده ام. وقتی چیزی می‌خورم فقط به خوردن فکر می‌کنم. اگر راه بروم همه حواسم را بر روی قدم‌هایم متمرکز می‌کنم. اگر ناگزیر از جنگیدن باشم آن روز خوبی برای مردنم خواهد بود. چون در گذشته یا آینده‌ام زندگی نمی‌کنم. من فقط زمان حال را در می‌یابم. اگر بتوانی همه فکرت را در زمان حال متمرکز کنی، احساس شادمانی خواهی کرد. آن وقت می‌بینی که در کبیر هم زندگی وجود دارد. ستارگان آسمان را نورباران می‌کنند و مردان قبایل با هم می‌جنگند، چون از تبار انسان‌ها هستند. اگر باور کنی که زندگی همین لحظه‌ای است که الان در آن به سر می‌بریم، آنگاه زندگی برایت تبدیل به جشن و سرور می‌شود. 2 شب بعد پسرک در حالی که داشت خودش را برای خواب آماده می‌کرد، دنبال ستاره‌ای گشت که هر شب جهت حرکت را نشان می‌داد. فکر کرد که افق نسبت به شب‌های دیگر کمی پایین‌تر قرار گرفته است. به نظرش رسید که ستاره‌ها را در خود کبیر می‌بیند. ساربان گفت آنجا واحه است. پسرک: پس چرا الان به آنجا نمی‌رویم؟ ساربان: چون باید بخوابیم. پسرک با طلوع خورشید از خواب بیدار شد. در جلوی او، جایی که دیشب ستارگان کوچک چشمک می‌زدند، درخت‌های خرما به قطار در دل کبیر ایستاده بودند. مرد انگلیسی هم از خواب بیدار شد و با شادی گفت بالاخره رسیدیم. پسرک ساکت بود. به سکوت کبیر عادت کرده بود و از نگاه کردن به درختان احساس خرسندی می‌کرد. هنوز راه زیادی برای رسیدن به اهرام در پیش داشت و امروز صبح برایش به خاطره‌ای تبدیل می‌گشت. اما الان لحظه حال بود، همان جشنی که ساربان از آن تعریف می‌کرد و او می‌خواست که از گذشته‌اش درس بگیرد، در حال زندگی کند و به فکر آینده باشد. هرچند دیدن درختان خرما روزی برایش خاطره می‌شد، اما اینک برایش مفهوم سایه، آب و پناهگاه می‌داد.
دیروز ناله شتر خبر از جنگ میداد و امروز درختان خرما می توانند معجزه‌ای را نومید دهند. فکر کرد دنیا به زبانهای زیادی حرف می زند. کیمیاگر به ازدحام تازه واردان و حیواناتشان چشم دوخته بود و در دل می گفت همانطور که زمان به سرعت سپری می شود، کاروانها هم می آیند و می روند. گرد و غبار جلوی خورشید کبیر را گرفته بود. مردم واحه به استقبال تازه واردین رفتند و کودکان از ورود مسافران سر از پای نمی شناختند. رئیس قبیله به قافله سالار خوش آمد گفت و مدت زیادی با او به گفتگو نشست. اما هیچ یک از اینها برای کیمیاگر مهم نبود. در عمر خود شاهد رفت و آمد آدم‌های زیادی بود، اما کبیر همچنان پابرجا مانده بود. شاهان و گدایان زیادی دیده بود که روی شنهای کبیر قدم گذاشته بودند. از بچگی با این شنها مأنوس بود، هرچند که باد مرتباً آنها را جابجا می‌کرد. همیشه از دیدن شادی مسافران که هفته‌ها جز زردی شنها و آبی آسمان چیز دیگری ندیده بودند و حالا چشمشان به سبزی درختان نخل می افتاد. لذت می برد. فکر کرد شاید خدا کبیر را برای این آفریده تا انسانها قدر درختان خرما را بدانند. افکارش را بر روی مطالب واقعی‌تر متمرکز کرد. می‌دانست مردی همراه کاروان است که باید رموزی را به او بیاموزد. این را نشانه ها به او گفته بودند. هنوز مرد را نمی شناخت، اما چشمان با تجربهش او را تشخیص می دادند. ای کاش او هم مثل شاگرد قبلیش با استعداد. با خود گفت نمیدانم چرا این چیزها باید سینه به سینه نقل شوند. مطمئناً به این خاطر نیست که آنها جزو اسرارند. خداوند به آسانی اسرارش را برای مخلوقاتش آشکار می کند. توجیه این حقیقت فقط این می توانست باشد. حقایق سینه به سینه منتقل می شوند، زیرا از زندگی پاک سرچشمه گرفتند و این نوع زندگی نمی تواند به تصویر کشیده شود یا به صورت واژه در بیاید. مردم مجذوب تصویرها و کلمات می شوند و زبان جهان را به بوته فراموشی می سپارند. مرسی ازتون که تا اینجای داستان با دل و جون همراه بودین. یادگیری واقعی فقط در خوندن نیست، بلکه در تجربه کردن، مشاهده کردن و گوش دادن به ندای درونیه. اگر مثل من کنجکاوین ببینین این دو نفر قراره چه چیزهایی از هم یاد بگیرن، سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم حتما بزنید که قسمت بعدی داستان رو از دست ندید. امیدوارم که تا اینجای پادکست خوشتون اومده باشه. تا پادکست بعدی روزتون خوش.